نیمه دوم روز 11 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 15 و 16 دقیقه در موضع دیولوخ در کنار دهه سجد جماعت سجد نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان یک گله گرگان برامه چوروای خورده که در یک چراگاه کوهی در کنار سجد میچرید حمله کرده است. در نتیجه جانوران وحشی 28 تا چوروای خرد را در آنجا نابود کردند. در این باره روز 12 دکامبر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد در گذشته نیز به ویژه در مناطق‌های کوهستان تاجیکستان موردهای حمله گرگان به چوروا زیاد رخ داده است، ولی امسال این بار اول است که درباره حمله گرگان خبر رسید. این نوع جانوران وحشی و همین طور خرس و ببرها اساساً در جستجوی غذا به محل سکونت انسان‌ها نزدیک می‌آیند و معمولاً به چوروای خرد حمله می‌کنند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان درباره یک صدمه مرگاور در راه عینی مشچای کوهی خبر داد. بدون اطلاع این نهاد صبح 9 دکامبر سال 2022 تقریبا ساعت 9:30 دقیقه به قسم نوبتداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده درباره یک صدمه نقلیاتی در قلمرو ناحیه عینی ولایت سوخت خبر رسید. بر اساس این خبر در کیلومتر 41 راه ماشینگرد عینی مشچای کوهی ماشین سبکرو تمغه موسی که از جانب یک ساکن 41 ساله ناحیه عینی اداره میشد هنگام حرکت از دهه شمتوچ ناحیه عینی به سمت ناحیه مشچای کوهی با سبب‌های نامعلوم به جری عمقش 50 متر فرو رفته است. در نتیجه مسافر 74 ساله ماشین بر اثر جراحت‌های رسیده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده و دو مسافر دیگر با جراحت‌های گوناگون به بیمارخانه نویوی انتقال داده شدند. در رابطه با این حادثه ناخوش کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به رانندگان مراجعه می‌کند و یادآور می‌شود که به خاطر تامین امنیت خود و همراهانشان قاعده‌های حرکت در راه‌ها را جداً رعایت کنند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا دو مرد 25 و 28 ساله ساکنان شهر دوشنبه همچون گمانبر در معاملات غیر قانونی مواد پیراتکنیکی دستگیر شدند. هنگام گفتگو شخصی از نامبردگان 211680 عدد موادهای پیراتکنیکی دریافت و گرفته شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاه منصور با عریضه مرد 32 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعه نموده است که تخمینا ساعت‌های 9:30 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد دکان زرگریش واقع در کوچه رودکی پایتخت گردیده از آنجا جواهرات گوناگون نقرگی و طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 141,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.